سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز پنجشنبه 29 می در خدمت شما. دادگاه شهر خوجند 7 ساکن ولایت سوغد را با گناه عضویت در یک سازمان افراطگرای اسلامی و یا همکاری با این سازمان به زندان محکوم کرد. 6 تن از این جوانان با گناه عضویت در انصارالله، سازمان افراطگرای اسلامی که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است، از 9 تا به 9.5 ساله زندان محکوم شدند. یک جوان دیگر را برای آگاه نکردن مقامات از این جنایت به 1 سال زندان محکوم کردند. همه این افراد ماه ینور دستگیر شدند. سازمان انصارالله در پاکستان قرارگاه دارد و حمله مرگ طلبانه سال 2010 به قرارگاه نیروهای مخصوص در خوجند را کار دستی اعضای همین گروه می‌دانند. سفیر اوکراین در دوشنبه از موضع‌گیری حکومت تاجیکستان در قبال بحران در کشورش ستایش کرد. ویکتور نیکیتیوک روز 29 می در یک نشست خبری در دوشنبه گفت اظهارات رئیس جمهور تاجیکستان درباره برقرار کردن ثبات و آرامی در اوکراین و از راه مسالمت‌آمیز بسیار دوستانه و دلسوزانه بود. سفیر اوکراین در پاسخ به این سوال که آیا گزارشات درباره حضور تاجیکان در صف جدایی‌خواهان طرفدار روسیه در اوکراین واقعیت دارد، او چنین گفت: درباره شهروندی زرخریدان و تروریستانی که از خارجه به اوکراین برای شرکت در جنگ ها آمده اند چیزی گفتن دشوار است. ما اطلاع نداریم که در صفهای جنگجویان جانبدار روسیه شهروندان تاجیکستان نیز شاملند. دیپلمات اوکراینی از کاری رسانه‌های تاجیکستان که به قبل او حوادث اوکراین را بی‌طرفانه انعکاس کردند اظهار قدردانی کرد. ویکتور نیکیتیوک سفیر اوکراین در دوشنبه همچنین اظهار امیدواری کرد که در آینده همکاری‌های تاجیکستان و اوکراین گسترش می‌یابند. مقامات رسمی میگویند شرکت پاشتای تاجیک ارسال مکتوب و بسته ها به بعضی از شهرهای اوکراین را بنابر وضع نارامی آن کشور باز داشته است. تاتیانا خولمورادووا معاون رئیس خدمات علاقه تاجیکستان به رادیو آزادی گفت اتحادیه جهانی پاشتا آنها را آگاه کرده است که در اوکراین مشکل بسیار است و از این رو موافق درخواست سازمان مکتوب و مراسلات به قریم و شهر سواستوپول قبول کردن نمی شود. ولی به گفته تاتیانا خولمورادووا مشکلی در ارسال و قبول نامه ها برای دیگر شهرهای اوکراین وجود ندارد. باستانشناسان تاجیک 1 سال باز است که در یکی از جماعت‌های ناحیه فرخار در جنوب تاجیکستان حفریات و یا کاوش انجام می‌دهند. به آنها اخیراً میسر شده است خرابه‌های محلی را پیدا کنند که به گفته خود باستانشناسان آثار یک شهرک قدیمی از عصرهای 1 و یا 2 میلادی است. به گفته متخصصان تاجیک شهرک باستانی زیر 3 تا 5 متر خاک مانده است و آنها سعی دارند همه شهرک را از زیر خاک بیرون کنند. حفریات در منطقه زالیزر و در قلمرو جماعت سکسناخور صورت می‌گیرد که چند پیش از آن اسباب قدیمی روزگار از جمله یک خم بزرگ را هم پیدا کردند. و نیلوفر فیضی و هنرپیشه جوان تاجیک در جشنواره بین المللی فیلم ها در شهر چباکسری روسیه جایزه بهترین نقش زن را به دست آورد. نیلوفر 21 ساله را برای اجرای نقش یک دختر مهاجر در روسیه در فیلم بانو سزاوار این جایزه دانستند. جشنواره از روز 19 تا 24 می صورت گرفت. داستان فیلم درباره یک پسر و یک دختر مهاجر است که در خانه تنگ و تار در روسیه زندگی می‌کنند و در نهایت امر پسر به وطنش برمیگردد و دختر را در کشور بیگانه با تمام مشکلاتش تنها می‌گذارد. نیلوفر فیضی و ساکن شهر دوشنبه است و در گذشته در گروه رقصی پدیده در تاجیکستان هنرنمایی می‌کرد. مصاحبه با خود نیلوفر در وبسایت رادیو آزادی است و اخبار از این هم بیشتر در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و همزمینه مخصوصی رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.